یکی از رویدادهای پس از مرگ پرسش از مرده توسط دو فرشته به نام نکیر و منکر یا بشیر و مبشر است. این فرشتگان بسته به ایمان یا کفر فرد به صورتی نورانی و آرامش بخش یا هولناک و سیاه ظاهر می شوند. درباره مأموریت نکیر و منکر، زبان پرسش و محل آزمون دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. آیت الله شاه آبادی از عارفان بزرگ معاصر بر این باور است که پس از خاک سپاری فرمانروایان عالم برزخ میت را در 3 مرحله مورد آزمون قرار می‌دهند. 1. مرحله نخست، پرسش از اعمالی که با حواس 5گانه انجام شده است. 2. مرحله دوم، فرشته‌ای به نام فتان که بسیار امتحانگر است درباره اعمال قلبی همچون حیا، عدالت و عفت پرسش می‌کند. 3. مرحله پایانی نکیر و منکر که فرمانروایان عقل هستند از باورهای دینی فرد می‌پرسند. اگر فرد مؤمن باشد آنان بشیر و مبشر نامیده می‌شوند و اگر کافر یا منافق باشد نکیر و منکر. پس از این آزمون حقیقت اعمال انسان در قالب پاداش یا کیفر آشکار می شود. در تفسیر این رویداد فیلسوفان صدرایی بر این باورند که مخاطب سال قبر بدن برزخی است، اما علامه مجلسی در حق الیقین تصریح می کند که بر اساس ظاهر روایات معتبر مخاطب این پرسش ها بدن برزخی نیست، بلکه روح به تمام یا بخشی از بدن مادی باز می گردد، مثلا تا سینه یا کمر، تا با همان اعضای دنیوی به پرسش های نکیر و منکر پاسخ دهد.